سلام دوستان، امروز اومدیم ساده ترین روش بخیه زدن رو به شما یاد بدیم. حالا توی کوهی، بیابونی، جنگلی یه جایی رفتین و زخمی شدین و دسترسی به مراکز درمانی هم ندارین و زخمی شدین و میخوایم بالاخره یه بخیه کوچایی بزنین و خودتون رو تجهیزاتش هم دارین. خب تجهیزاتی که حالا ما نیاز داریم برای این کار، البته من سریع میگم که اینا رو ویدیو طولانی نداشته باشین، سریع میگم که رد بشیم که بست ویدیومون طولانی نشه. خب ببینیم، ما برای این کار نیاز داریم به یک بیمار که خب زخمه، این زخممونه، یک بتادین نیاز داریم، سوزنگیر نیاز داریم، نخ بخیه نیاز داریم، قیچی نیاز داریم، پنبه نیاز داریم و گاز استریل و دستکش استریل. و تاکید میکنم تمام اینها دوستان باید استریل باشن. حالا شما دسترسی ندارین و نمیتونین استریل به اصطلاح استریل کنین، اینا رو توی آب جوش میتونید به مدت حالا 20 دقیقه اینا بجوشونین که استریل بشه، یا حالا تا حالا نیمه استریل بشه که بتونین کارو در بیارین، یا رو توی شرایط سختی که در بیارین کارو. یعنی ما اول میایم بتادین رو میریزیم روی پنبه. خیلی ساده باید بگم که خب رد بشیم دیگه، سری بریم. بتادین رو اول میریزیم روی پنبه، یعنی روی زخممون رو میخوایم ضد عفونی کنیم. البته ما دور زخممون رو، خود زخممون رو نمیخوایم ضد عفونی کنیم، ببین دور زخممون رو، این زخممون باشه. ببینیم ما از لبه زخم شروع میکنیم به بیرون، این شکلی ضد عفونی میکنیم. اگه زخمتون کوچیک بود به این شکل دورانی هم میتونید این کار رو انجام بدید. حالا فرق نمیکنه، فقط اینکه خود زخم ما سعی میکنیم که بتادین بهش نخوره، چون نمیذاره زخممون خوب بشه. خب سریعتر بریم جلوتر. ببینین حالا ما نخ بخیه رو برمیداریم، به این شکل روی سوزنگیرمون قرار میدیم، با سوزنگیر نخ رو میگیریم به اصطلاح سوزنمون رو. بعد ما توی شرایط اورژانسی ببین از اول شروع میکنیم. ما توی شرایط درمانی میان اول از وسط یه دونه به اصطلاح کوک میزنن که زخم بسته بشه تا از انتها و ابتدای زخم به اصطلاح لبه اضافی نداشته باشن. ولی خب توی این مدل ما میایم از اول زخم شروع میکنیم. حالا ما فرض میگیریم این اول زخمه، از اول زخم ببینید نیم سانت اینور، نیم سانت تا 1 سانت به بیرون اینور میزنیم داخل زخم. بعد از اینور شروع میکنیم به اینور، از اینور که در اومد اینو میگیریم میکشیم. ببینید این که اومد اینور، بعد این لبه رو حواستون باشه که از اونور در نیاد. ببینید انقدر بیرون باشه کافیه. میایم اینو دور سوزنگیرمون میپیچیم، لبه اینو میگیریم، یه گره میزنیم، دوباره این کار رو تکرار میکنیم، اینو دوباره میزنیم. بعد خب اینو که زدیم، خب مرحله اول کار ما تموم شد. بعد میایم ببینید اینو به همین شکل دیگه نخو نمیبریم، ما نخو به همین شکل، یعنی این شکلی میگیریم که حالا نخ اذیتمون نکنه. این نخ چون کوتاهه خود اذیت میکنه، ولی خب حالا ما میگیریم با دستمون که اذیتمون نکنه. بعد 1 سانت فاصله میدیم رو به جلو. وقتی 1 سانت فاصله دادیم، البته اینم بگم حالا قرار نیست ما متر بذاریم که مثلا حتما باید 1 سانت باشه، حتما باید نیم سانت باشه، اینا نه. ما فقط یه فاصله ای میدیم، فاصله حدود 1 سانتی متر، 1 تا 1.5 سانتی متر به اصطلاح فاصله میدیم که کارمون جلو بره. دوباره همون کار رو تکرار میکنیم، از این ور در میاریم. فقط سعی کنین که از لبه پوست داخل نیاریم. ببینید شما داخل اینو مثلا من از اینجا بزنم، یعنی اگه از اینجا شما در بیارین این شکلی، خب به اصطلاح وقتی موقع کشیدن پوست رو پاره میکنه. یه ذره عمیق‌تر، ببین حدود نیم سانت میریم پایین‌تر، انقدر. یعنی ما رفتیم پایین‌تر، دوباره میکشیم. حالا میاریم بخیه‌مون رو از این ور شروع میکنیم بزنیم. یعنی ما کوک اولمون رو زدیم توی بخیه. خب بعد فاصله ای که میدیم میایم جلوتر، دوباره به همون شکل یه دونه میزنیم، بعد از این ور در میاریم به این شکل. فقط سعی کنین لبه ها بالا پایین نشه، یعنی یه لبه بالا نمونه یه لبه پایین نباشه. این به این شکل دوباره از فاصله میدیم، میایم جلوتر، بعد یه دونه دیگه میزنیم این شکلی. حالا یه دونه دیگه هم میزنیم، یعنی حالا ما فرض میکنیم که اینجا انتهای زخممونه. خب یعنی ما کوکا رو زدیم به همین شکل، اومدیم و رسیدیم به انتهای زخممون. اینجا
می‌بینیم ما اول زخم و انتهای زخم می‌بینیم. دوباره میاریم داخل و به همون شکل دقیقاً هیچ تفاوتی نداره. فقط اینجا تنها تفاوتش اینه که اینو کامل سفتش نمی‌کنیم، مثل این یکی‌ها اینو سفتش نمی‌کنیم، اینو یه ذره بالاتر نگرش می‌داریم، بعد اینو میگیریم و اینو دوباره 2 دور میچرخونیم دوره سوزنگیرمون رو، یه گره میزنیم. بعد خب حالا به صورت بخیه ما تموم شد. به همین راحتی بخیه ما الان تموم شد. الان شد بخیه کانتینیوس. حالا توی اصطلاح پزشکی بهش میگن بخیه کانتینیوس. این حالا شما میتونید استفاده کنید تا به مرکز درمانی برسین، تا حالا کاراتون رو اونجا براتون انجام بدن، اونو خودشون میبرن و حالا کارهای درمانیتون رو شروع میکنن. این از این. بعد اگر پماد تتراسایکلین مثلا دارم، حالا یه پمادی مثل تتراسایکلین و زینکو که حالت آنتی بیوتیکی دارن خودشون، بزنین روشون و یه گاز بزنین و دوباره پانسمانش میکنین و بعد این میشه کامل بخیه ما به صورت کامل. حالا اینا زحمت میکشیم، بالاخره اینا رو ویدیو میگیریم، آموزش میذاریم. شما یه سابسکرایب بکنین و یه لایک بکنین چیزی از شما کم نمیشه دوستان، واقعا چیزی ازتون کم نمیشه. لطفا یه لایک بکنین، یه سابسکرایب بکنین، یه حمایتی بکنین که ما حالا بتونیم ویدیوهای دیگه‌ای هم برای شما بذاریم.